Misoli 52 حساب نمی‌کنم. اکنون ریشه رو داریم در نش مرکب. اینم سوال‌ها چه کار می‌کنیم؟ اول باید دقت کنیم در سوال نگاه کنید. دو تا ریشه داشته است و وقتی ما اینها رو جمع می‌کنیم جوابش نگاه کنید همه جواب‌های بوتون است 4 6 8 تا. یعنی این چی معنی دارد؟ درون ریشه ifade درون ریشه و ریشه یکدیگر رو اختصار می‌کنند. یعنی من درون ریشه یک ifade کواdraتی دارم. نمیدونم چیکار ifade کواdraتی وقتی که ما این رو کار می‌کنیم ریشه و هم کوادرات اختصار می‌شود. یعنی شما باید ifade رو با قوس باید جدا کنید درون رو. یعنی کواdraتی برای این کارگرام باز باید چه به خاطر بیاره a minus b یا اینکه a جمع b در کوادرات ما اینو چهل میکشویم a کوادرات جمع 2ab جمع b کوادرات. نگاه کنید در اینجا 2ab هست. یعنی در اینجا وقتی من در ifade رو کار میکنم نویسم 32 مینوس 10 ریشه 7. یعنی این ifade رو من باید با قوس کوادرات باید جدا کنم. یکی از ifade ریشه 7 باید باشد. در اینجا ما a کوادرات جمع b کوادرات دارم. 2ab هم دارم. یعنی من همین 10 رو باید دو کنم. باقی مونده درونی ریشه باید پرتویم. من چه نوشته میتونم؟ یعنی 32 مینوس 2 ضرب 5 ریشه 7. ریشه 5 در اصل چی است؟ 32 مینوس 2 ریشه 25. یعنی برعکس رفتیم 5 رو در درون ریشه گرفتم ضرب 7 و در این حالت من اینها رو در یک ریشه نویسم 32 مینوس 2 ضرب ریشه 25 ضرب 7 این 175 175 می شود. تمام همین چی شد. اکنون ما این 10 رو دو کردم. اکنون نگاه میکنیم a کوادرات جمع b کوادرات. یعنی در اینجا من باید دو عدد یابم که جمع اینها a کوادرات جمع b کوادرات شود و a ضرب b این ریشه 175 یا اینکه a کوادرات ضرب b کوادرات برابر است با 175. بیاین a کوادرات b کوادرات یک عددی گویم. من اینو مثال رو سال گذشته کار کرده بودم در یکی از ویدیوهای در این کانال هست با فرموله. یعنی من در اینجا دو عدد دارم جمعشون 32 و ضربشون 175. من باید همون عددها رو یابم. کدام عددهاش نش ممکن است. از اینجا خودش یک بار میتونم نگاه کنم 25 و 7 جمع هر دوش چند 32 ضربشون 175 و ما این رو چه نوشته میتونم این ifade رو چه نوشتم در این دوامش بکنیم ریشه 25 بخشش در اینجا که می‌بینید مینوس ریشه 7 نوشته میتوانیم در کوادرات. من این رو در کوادرات هم نوشته میتونم. نگاه کنید با همین اگر قوس رو مکشوم اگر قوس من قاعده استفاده برم ریشه 25 مینوس ریشه 7 اگر ما قوس رو کشم از روی همین فرمول اگر کار کنم این چی میشود برابری درست شد برابر میشه 25 جمع 7 مینوس 2 ریشه 25 ضرب ریشه 7 میشه که 32 و همین چی میشود با اول میبینیم. یعنی همین قاعده رو فرموله هست. من در درس پیشنهاد میتونید تفتیش کنید در اونجا نشان داده گیم. یعنی به همین چی نوشته میتونه. اکنون از اینجا چی مقصد ما چی است؟ تام نوشتیم. اکنون مقصد این در درون ریشه است. چه کنیم در درون ریشه یعنی ریشه 25 مینوس ریشه 7 در کوادرات. از اینجا کوادرات و ریشه یکدیگر رو اختصار میکنم و در آخر با ما چی میگم ریشه 25 مینوس ریشه 7 یا اینکه 5 مینوس ریشه 7. نگاه کنید یک ifade مرکب همین چی در اصل 5 مینوس ریشه 7 برابر است. برای دویمش هم همین خیل یک چیز چون که عددها یک خیل هستند. در اینجا اکنون ما یک مش مینوس داشتیم پلوس داریم باز همون چی میشود. یعنی شما 32 در اینجا نویسم 32 جمع 10 ریشه 7 رو ریشه 25 جمع ریشه 7 در کوادرات نوشتم چون که در اینجا جمع است و این دوم ifade مرکب که در ریشه نویسم در ریشه 25 جمع ریشه 7 در کوادرات. در اینجا کوادرات ها یکدیگر رو اختصار میکنن ریشه و کوادرات و بچه‌ها ریشه 25 جمع ریشه 7 برابر میشد 5 جمع ریشه 7. اکنون هر دو ifade ریشه ها رو ما ساده کردیم. اینها رو ما باید جمع کنیم. یعنی یکم ifade ما اینه 5 مینوس ریشه 7 جمع دویم کنیم 5 جمع ریشه 7
نگاه کنید هر دو اینها اختصار می شود و جواب ما 10 می ماند. گفته بودم در ویدیوهای پیشینه مثال همچون فرمولا داده گیم در بینید درس ایمده 2021 همین سوال من با روی فرمولا نشان داده کار کردم. باز اکنون همچون منطق کار کردم، منطقش رو نشان داده کار کردم. باز هم مونده سوال نگاه کنید درونی ریشه هر دو شاخه هستن 21 مینوس 8 ریشه 5 و 21 جمع 8 ریشه 5 در یکم ریشه ما چی کنیم هم مینوس یابیم در دومش با هم عددها هستن. یعنی شما باید اول چیکار کنید نگاه کنید همین ریشه جوابو نگاه کنید بوتون است ریشه اختصار میشن درونی ریشه یک ifade کوادراتی است. یعنی 21 مینوس 8 ریشه 5 رو شما باید اول همین 8 رو دو کنید یعنی 21 مینوس 2 ضرب 4 ریشه 5 و 4 رو درونی ریشه باید گیریم یعنی 21 مینوس 2 ریشه 16 ریشه 5 و این چی میشود 21 مینوس 2 ریشه 80 میشود. اکنون نگاه کنید من باید دو عددی بگم که جمعشون 21 باشد ضربشون 80 که همین عددها همین هستن همین چی هست 16 و 5 یعنی شما این ifade چیکار نمیشه میتونه ریشه 16 مینوس ریشه 5 در کوادرات. اکنون همین ifade برده ما چیکار میکنیم ریشه یکم ifade درونش ریشه 16 مینوس ریشه 5 در کوادرات و از اینجا ریشه و کوادرات دیگر اختصار میکنم و در آخر ما چی میموند ریشه 16 مینوس ریشه 5 که آن 4 مینوس ریشه 5. وقتی شما عددها رو یافتین دوم ifade همین دوم ifade یک بار نویسم 21 جمع 8 ریشه 5 این برابر میشه باز همین عددها لیکن بینش اکنون جمع است چون که درون ریشه جمع است. اکنون که با هر دو ifade رو یافتیم 4 مینوس ریشه 5 4 جمع هر دوش باید جمع کنیم 4 مینوس ریشه 5 جمع 4 جمع ریشه 5 برابر میشد 8 و جواب ما 8 میشد. مثال 54 باز همون چی است نگاه کنید از جوابای معادلات بوتون است این معنی دارد که ریشه و درون ifade یا دیگر اختصار کنید در درون ریشه ما ifade کوادراتی دارم این رو من چیکار میتونم بنویسم 16 جمع 6 ریشه 7 بیان ریشه رو کمتر مایده کنم که با ما جدا کار میشد برای نوشتن و این رو ما چیکار میتونیم 6 رو باید دو کنیم گفته بودیم 16 جمع 2 ضرب 3 ریشه 7 نوشته میتونیم و از اینجا چی میشود فوز درون ریشه 16 3 را درون ریشه میگم 2 ضرب ریشه 9 ضرب ریشه 7 نوشته میتونیم و از اینجا چی میشود همین ifade همچون ریشه 16 جمع 2 ضرب 63. اکنون شما باید دو عددی ببینید که جمعشون 16 و ضربشون 63 که همون عددها همین ها هستن 9 و 7 و این به چی برابر میشد ریشه 16 9 بخشش ریشه 9 جمع ریشه 7 در کوادرات این امر در ریشه اکنون نگاه کنید ریشه و کوادرات در دیگر اختصار میکنم و در آخر ما چی داریم ریشه 9 جمع ریشه 7 این یکم ریشه دوم ریشه هم همین چی میشد 16 مینوس 6 ریشه 7 این برابر میشد ریشه 9 مینوس ریشه 7 که ریشه 9 جمع این 3 جمع ریشه 7 است این هم 3 مینوس ریشه 7. اکنون ما باید هر دو این ifade ها رو جمع کنیم 3 جمع ریشه 7 جمع 3 مینوس ریشه 7 و اینها یا دیگر اختصار میکنم و جواب ما 6 میشود. مثال 55 اول همه ریشه ها رو میابیم بعد آنها رو ضرب میکنیم بعد جمع تر یکم کاری ما این ریشه 0.4 رو باید یابیم ریشه 0.4 این چی است 0.2 یا اینکه شما خیلی نمیشه میتونه این برابر است یعنی دشواری کشن 4 تقسیم 100 است ما هر دو ریشه را آورده کرده میتونیم به صورت مخرج رو 100 گویم و این دو تقسیم ده که اون 0.2 است یکی ایزا دانستن آسان تر است که باید تست کنید ریشه 144 این به چی برابر است با 12 برابر است ریشه 196 این برابری 4 10 می شود که اینها رو باید ایزا دانین. اکنون بیاین ضرب و جمع و طرح رو اجرا کنیم 5 ضرب
چند؟ یکمین ریشه 0.2 میفته. جمع 1 تقسیم 6 ضرب 12 مینوس 2 تقسیم 7 ضرب 14. از اینجا نگاه کنیم، یک بار اگر کنیم 5 ضرب 0.2 این 1 می شود. 1 تقسیم 6 ضرب 12 این ضرب کسر ها به 2 برابر می شود و این هم باشد به 4. کسر اختصار می شود، اینها 2 میموند، 2 کره 2 4 است و از اینجا 1 جمع 2 مینوس 4 و این چی برابر مینوس 1 برابر است. مثال 56 حساب کنید. باز یک بار دیگر ما اول باید ریشه ها رو کار کنیم. ریشه 0.9 این برابر 0.3 است. ریشه 625 این به 25 برابر است. اینها باید اجزا دانیم. ریشه 256 این برابر 16 است. اکنون بیاین جمع طرح رو کار کنیم. این چی میشود؟ 10 ضرب 0.3 مینوس 1 تقسیم 5 ضرب 25 جمع 3 تقسیم 8 ضرب 16. از اینجا یک میفوده اول ضرب رو باید کنیم. این 3 می شود، این 5 می شود، این به 6 برابر می شود. از اینجا 3 طرح 5 جمع 6 و این برابر 4 می شود. مثال 57 باز ریشه ها رو باید کار کنیم. ریشه 225 این به 15 برابر است. ریشه 324 16 256 می شود به فکرم 18 ریشه من 20 کوادرات 400 یعنی 20 خورد 15 من 225 16 نمیشه آخرش 6 میشه 17 نمیشه آخرش 9 باشه یعنی یک 18 مون. اگر ریشه بود اونجا 18 ما تخمین کردم نمیدونم ریشه 18 ضرب 18 کنه 324 باید شود و ریشه 0.1 این برابر 0.1. اکنون بیاین ضرب رو کار کنیم. 3 تقسیم 5 ضرب 15 جمع 2 تقسیم 9 ضرب 18 مینوس 20 ضرب 0.1. اکنون بیاین ضرب رو کار کنیم. هر دو این اگر ضرب کنیم اینها اختصار میشه 3 9 میشود 3 میموند. این باشد 2 4 میشود این نتیجه 4 و این باشد و 20 ضرب 9 2 میشود. یعنی ما باید چیکار کنیم؟ 9 جمع 4 مینوس 2 و این برابر 11 میشود.